بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده‌های عزیز، ساعت 10 صبح وقت کابل است. شما شنونده خبرهای ساعت 10 به گونه زنده از رادیو حریت هستید. در نخست سرخط مهمترین اخبار: واکنش وزارت امور داخله به گفته‌های سازمان عفو بین الملل. وزارت امور داخله میگوید نصب بیش از 62,000 کمره امنیتی در کابل به خاطر تدابیر امنیتی است، نه نقض حریم خصوصی مردم. اطمینان وزارت خارجه از فراهم شدن فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان. مولوی امیرخان متقی از جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواسته است از فرصت به وجود آمده در افغانستان استفاده مثبت کنند. تأکید انس حقانی بر نیرومند شدن نیروهای امارت اسلامی همزمان با 2 ساله شدن خروج آمریکایی‌ها از افغانستان. انس حقانی میگوید ارتش اسلامی باید با سلاح‌های عصری مجهز باشد و فراهم شدن زمینه آموزش‌های دینی و عصری در کشور نیاز جدی است. امضای قرارداد استخراج و پروسس 7 معدن با شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل. امارت اسلامی میگوید که با آغاز کار در این معادن برای هزاران تن زمینه کار مساعد می‌گردد و در وضعیت اقتصادی کشور نیز تغییر می‌آید. شنونده ارجمند، باز هم خوش آمدین. امروز شنبه 17 ماه صفر سال 1445 هجری قمری و 11 سنبله سال 1402 هجری شمسی است که برابر می شود با 2 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. مشروع خبرها: وزارت امور داخلی کشور به گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر این که نصب بیش از 62,000 کمره امنیتی در کابل باعث ایجاد محدودیت و نقض حریم خصوصی افراد می شود، واکنش نشان داده است. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله، در واکنش می گوید که امارت اسلامی به تامین امنیت مردم متحد است و هدف نصب این کمره ها تنها گرفتن تدابیر امنیتی است، نه نقض حریم خصوصی شهروندان. این سخنان در حالی است که روز چهارشنبه هفته گذشته این وزارت اعلام کرد که در حال حاضر بیشتر از 62,000 کمره امنیتی در کابل فعال است و در نظر دارند تا 4 سال آینده تمام ولایت کشور مجهز با کمره‌های امنیتی شوند. انس حقانی از اعضای ارشد امارت اسلامی روز گذشته در نمایشگاه تجهیزات نظامی برجا مانده در ولایت خوست بر تعامل با جهان تاکید کرده و میگوید که آغوش امارت اسلامی برای تعامل با جهان باز است. آقای حقانی در این نمایشگاه بر نیرومند ساختن نیروهای امارت اسلامی با سلاح‌های پیشرفته تاکید کرده و فراهم شدن زمینه آموزش‌های دینی و عصری را در کشور مهم گفته است. با این حال در نمایشگاهی که به مناسبت 2 سال روز خروج آمریکایی از افغانستان برگزار شده بود، تجهیزات نظامی برجا مانده از نیروهای بریتانیایی، اتحادیه جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در منار غازی ببرکخان ولایت خوست به نمایش گذاشته شد. آقای حقانی میگوید این تجهیزات را به نمایش گذاشتند تا برای نسل‌های بعدی به عنوان یک اثر تاریخی باقی بماند. قابل ذکر است که روز پنجشنبه هفته گذشته 9 سنبله برابر بود با 2 سال روز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، در دیدار با نمایندگان سازمان همکاری اسلامی و هیئت علمای کشورهای اسلامی جهان از آنان خواسته است که حکومت مردم افغانستان را حمایت کنند. این دیدار که روز گذشته در کابل انجام شده است، وزیر امور خارجه کشور گفته است که فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده و جهان باید از این فرصت استفاده مثبت کند. در کنار این نمایندگان سازمان همکاری اسلامی و هیئت علمای کشورهای اسلامی جهان با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزراء نیز دیدار کرده و گفتند که جهان اسلام خواهان ثبات دائمی در افغانستان هستند و حامی جنگ در افغانستان نیستند. بانک ملی افغانستان در صفحه توییترش نگاشته است که ملا هدایت الله بدری، رئیس عمومی بانک ملی افغانستان، روز گذشته در پی واژگون شدن موتر حاملش زخم برداشته است. به گفته دفتر مطبوعاتی این بانک، آقای بدری طی سفر رسمی از ولایت کندهار به طرف ولایت هرات در حرکت بود. گفته می شود رئیس عمومی بانک ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برداشته و اکنون وضعیت صحیحش خوب است.
وزارت دفاع ملی میگوید که در آینده تصمیم دارند تا رنگ یونیفرم نظامی سربازان نظام اسلامی را تغییر دهند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید در حال حاضر از رنگ یونیفرم سربازان اداره پیشین استفاده میکنند، اما در آینده این رنگ تغییر خواهد کرد. از سوی هم سخنگوی این وزارت تاکید کرده که همه نظامیان مکلف هستند که بر اساس دستور رهبری این وزارت در هنگام انجام وظیفه ملبس با یونیفرم نظامی باشند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء در دیدار با مسئولان تربیت بدنی و ورزشکاران فدراسیون فوتبال کشور میگوید که امارت اسلامی از ورزشکاران حمایت میکند. آقای معاون روز گذشته در دیدار با این ورزشکاران گفته است افغانستان خانه مشترک همه است و امارت اسلامی تلاش میکند تا برای ورزشکاران سهولت‌های بیشتر را فراهم سازد. معاون سیاسی رئیس الوزراء همچنان از نهادهای بین المللی ورزشی خواسته که ورزش را از سیاست دور نگه داشته شود و برای ورزشکاران اجازه شرکت در مسابقات بین المللی داده شود. وزارت معادن و پترولیم در جلسه قرارداد استخراج و پروسس 7 معدن بزرگ را با مسئولان شرکت‌های برنده روز پنجشنبه در حضور مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء امضا کرده است. بر اساس معلومات معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء این معادن در ولایت‌های هرات، غور، تخار و لوگر موقعیت دارند که به ارزش 6 میلیارد و 557 میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده است. با این حال این قرارداد شامل استخراج و پروسس معادن طلا، مس، سرب، جست و آهن می شود که کار استخراج آنها به زودی آغاز خواهد شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در صفحه توییترش نگاشته است که با آغاز کار در این معادن برای هزاران تن زمینه کار مساعد می گردد. مسئولان قماندانی عمومی قوای هوایی کشور میگویند که انجینیران این قماندانی موفق شدند تا یک چرخبال MI-17 روسی را به تازگی ترمیم کنند. به گفته این مسئولان تا کنون بیشتر از 70 چرخبال از سوی تکنیکران این قماندانی ترمیم شده است. گفته می شود چرخبالی که به تازگی ترمیم شده در زمان اداره پیشین از کار افتاده بود. و مقامات آفریقای جنوبی اعلام کردند که در پی آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های در شهر ژوهانسبورگ این کشور 63 تن کشته شدند. رسانه‌ها گزارش دادند که تعداد زیادی از افراد در این آتش سوزی نیز زخم برداشتند و در میان کشته شدگان یک کودک نیز شامل است. مقامات شهر ژوهانسبورگ آفریقا از احتمال افزایش قربانیان این آتش سوزی ابراز نگرانی کردند. شنونده های ارجمند، این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شده است. توجهتان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.